با قرار به واسطه وزیر کورای داخلی جمهوری خاکاسیای روسیه گنرال مایور پلیس ولادیمیر گنرالوف یک مرد 35 ساله زاده تاجیکستان را از شهروندی روسیه محروم کردند. وزارت کورای داخلی خاکاسیا روز 27 مای سال 2024 خبر داد که این تاجیک سال 1989 هنوز سال 2009 وقتی همگی 20 سال داشت در خاکاسیا شهروندی روسیه را به دست آورده بود، اما در سال 2018 او با اتهام قصد فروش مقدار مخصوصا زیاد مواد مخدر به دست افتاد و بر اساس قسم 3 ماده 3 و قسم 5 ماده 228 کودکس جنایی روسیه به 14 سال زندان نظامش سنگین محکوم گردید. بعد ادای حکم زندانش که سال 2032 به پایان میرسد، این زاده تاجیکستان را که شهروندی روسیه را از دست داده است به طور مجبوری از قلمرو روسیه اخراج خواهند کرد. در وزارت کورای داخلی خاکاسیا گفتند که بر اساس لوحه ها به قانون فدرالی شهروندی روسیه که 26 اکتبر سال 2023 به اجرا درآمد، افرادی که دست به جنایت‌های وزنی میزنند صرف نظر از زمان صادر شدن جنایت از شهروندی روسیه محروم ساخته می شود. از زمان به اجرا درآمدن این قانون در جمهوری خاکاسیا الکی 2 نفر را از شهروندی محروم کردند. در عموم تا این 9 ماهی که از اجرا شدن قانون نو شهروندی روسیه گذشت، الکی تقریباً 10 زاده تاجیکستان را از شهروندی روسیه محروم کردند. اکثر آنها محبوسان اینند که به دلیل دست به جنایت‌های وزنین اساساً به قاچاق مواد مخدر زدنشان شهروندی روسیه را از دست دادند، ولی چند موردی هم بود که زادگان تاجیکستان را برای سرپیچی از رفتن به جنگ ضد اوکراین از شهروندی روسیه محروم ساختند.